شرکت نقلیاتی آذن اکسپرس از 18 اکتبر حرکت اتوبوس‌هایش در خط سیر خوجند توشکند خوجند را دوباره برو میماند. راهرو با یک طرف 100 سامانی را تشکیل میدهد. همچنین از 20 اکتبر روهای اتوبوس‌ها از پنجکن تا سمرقند و بخارا سر می شود. حرکت هر روزه اتوبوس‌ها را تا فرودگاه این دو شهر ازبکستان شرکت سیاحی افتکول تشکیل کرده است و نرخ سفر برای آنهایی که از طریق سمرقند و بخارا به روسیه سفر کردنی‌اند 200 سامانی مقرر شده است. آذن اکسپرس اعلام کرد که از روز دوشنبه 18 اکتبر انتقال مسافران در خط سیر خوجند توشکند خوجند را از سر میگیرد. اتوبوس‌های دو قفده شرکت از خوجند تا پایتخت ازبکستان هر روز روا خواهند کرد. برای گذشتن از مرز مسافران باید با خود نتیجه منفی تشخیص کرونا ویروس داشته باشند. در صورت نداشتن چنین سند آنها باید در مرز اکسپرس تست بسپارند. نرخ آن 160,000 سوم ازبکی بوده است. همچنین برای کودکان تا 6 ساله سند درباره سالم بودن و گرفتار پلیاملیت نبودن کودک حتمی است. انور غیوسف نماینده آذن اکسپرس در خوجند به آز پلوس گفته است در آینده در صورت زیاد شدن خواهشمندان شرکت می تواند هر روز از 2 تا 3 بار بین خوجند و توشکند مسافر بکشاند. در مرحله اول اتوبوس‌ها صبح ساعت 8 از ترمینال آذن اکسپرس در محله 16 شهر خوجند برآمده مسافران را تا ایستگاه صابر رحیموف خواهند برد. اتوبوس‌ها از توشکند ساعت 18 برو خواهند گشت. نرخ سفر با یک طرف 100 سامانی مقرر شده است. شادمانقل سنگینوف در فیسبوک خبر داد که شرکت سیاحی سیاحت افتکول از 20 اکتبر همراه با شرکت سیاحی ازبکستان همه روزه توسط اتوبوس‌ها سفر شهروندان تاجیکستان را به شهرهای سمرقند و بخارا برو میماند. راهرو برای شهروندانی که از طریق سمرقند و بخارا به روسیه پرواز میکنند و چپتای هواپیمایی دارند 200 سامانی و برای بقیه نرخ رفت و برگشت 500 سامانی مقرر کرده شده است. از مسافران خواسته شده است که نسخه شناسنامه خارجیشان را از پیش به شرکت سیاحی افتکول بفرستند. فروش چپتاها از 14 اکتبر شروع می شود.